شیخزاده رستم ساکن ناحیه ونج وضعیت ناگوار جنایتی شهر خارو ما را خیلی به تشویش آورده است. جنایت‌های سرکردگان گروه‌های متشکل جنایتی شهر خارو بخصوصا کردارهای محمد باقر را همچون عمل تروریستی می‌دانند. همدیاران عزیز، کودکس جنایتی را مقام عالی قانونبرار کشور مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان قبول نموده است که در تهیه و قبول آن نمایندگان ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز اشتراک کردند. ماده 179 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تروریسم این صادر نمودن ترکیش، سوختار، تیرپرانی از سلاح آتشفشانی یا دیگر کرداری می باشد که باعث خوف مرگ آدمان، رساندن ضرر جدی به مال و ملک، به میان آمدن عاقبت‌های دیگری برای جمعیت خوفناک، خللدار ساختن امنیت جمعیتی، فعالیت مقامات حاکمیت دولتی و ساختارهای نظامی و تهلکه بردن ساکنان، رساندن تاثیر به مقامات حاکمیت دولتی برای قبول نمودن قرار به منفعت جنایتکاران و غیره می باشد. در کردار عملهای باقر و دیگر سرکردگان گروه‌های متشکل جنایتی شهر خارو همه حالت‌های در بالا ذکر شده موجود است. نتیجه سفر کاری جناب عالی پرزیدنت کشور را به ولایت سوق و با تمام شبکه‌های تلویزیونی نمایش دادند. بینید ساکنان زحمتکش ولایت سوق، صاحبکاران، تاجران، ده‌ها کارخانه‌های صنعتی، کارگاه‌ها، کودکستان و مکتب ساخته، صدها گکتر باغ‌ها را آباد کردند. هزارها جای کاری دائمی تشکیل نمودند. مردم در فکر آباد کردن، بهتر نمودن شرایط زندگی خود هستند. شب و روز به سازندگی و آبادکاری مشغولند. آیا ما می توانیم که با چنین وضع جنایتکاری مرکز ولایت شهر خارو را آباد و زیبا گردانیم؟ چگونه می توانیم ولایت را به یک منطقه پیشرفته تبدیل داده صاحبکاران را برای سرمایه‌گذاری جلب نمود؟ هیچ وقت نه. اگر هرچی زودتر در شهر خارو ولایت قانون تامین نگردد. حیف به همان نفرانی که به قدر زندگی آسایشته نرسیده از قفای یک تروریست، یک جنایتکار، یک اوباش می روند. حیف به همان زنانی که به جای تربیت فرزندان برای یک تروریست بندیت صدا بلند می کنند. 100 بار حیف به کسانی که به قدر ثبات آرامی و تنجی و آسودگی نمی رسند. مرگ به همون باقر، مرگ به همان جوان گمراهی که با دروغ و دسیسه این بندیت، این تروریست داده شده حیات خود و نزدیکانش را در خطر ماندند.